الو. الو سلام. سلام بفرمایید. خوب هستین شما؟ قربان ازای بفرمایید. ببخشید مزاحمتون میشم و مسعود خونه؟ خواهش کنم. شما ازای؟ من جی افشم. چی؟ جی افشم. جف چی گفتی؟ چی بگفتی؟ زمره حالی نمیگی. دوست دخترشم مامان جون. دوست دختر چیه؟ دوست دختر چه مسخره بازیه؟ دوست دخترشم. دوست دختر چی هست اصلا؟ خود مسعود گفت که من به مامانم گفتم دوست دختر دارم. مسعود خب گوی خود. آخه من مسعود هم دیگه ما قرار داشتیم. همین 5 دقیقه دیگه باید من سر قرار همین نیومدن توشه رفته همون. بی خود کنی حرفا چیه؟ دختر تو خجالت نمیکشی مگه دختر نه؟ تو مرخ خود نداری مگه؟ تو بدن نداری؟ من مسعود خواهیم زن بدم همین ولایت. مسعود چی اختیار قلبال بده؟ این خود داده ادماغ بیم خواستگاریتون به مامانم گفته چه قیافه فشنی داره دختره. فشم چیه زای؟ وای چه روی داری شما دختر خورن؟ چه حرفایی زنیدی به قرآن مجید آدم اوجور پا اسفناج بشور ای اخوار اخیر چه زنکی ایسیدی اخوار لای شماره آتش بگیده با دخلق چه میپسره انا بازم انا هزار جور زحمت بکشم حالا فتا شما گرگن دست ببرید میزکه من مسئول دوستم بهت گفته باشم جلی من تو بی خود کنی با چه روی داره ما شده پا دست بیشتره بیا هایت ملاب مدر کنم هینه زیر پای ما بخوای خنگ بندازی خودت میدونی یه جور مو تو سرت نمیذارم دهاتی که صافت بیشور تو تره گوه خوری تره غلط کنی تره بیجا کنی آشغال عوضی ده زنگ نبزنی دارم خود زنگ بزنم به تو چطور گوشی پسر که او پشمن دانه کنم حالا بس پدا مسعود پدر سک خود نشه بوشره ببره بیرون از حمام انت زنم چی بکنم مسعود بخورم دست شلموزی تو غلط میکنه گریه بکن تو بیمیر گریه هماره بیمیر تو بیمیر مسعود من جنازه رو رد بگیر مسعود بگیری جنازه تو میشنم تو گوه خوری کوستقر جنده خودت اون موقع میفهمید خفه با که آشقال جهاتی کوستقر جنده مسعود گفته من از جنازه مادرم رفتم متعرفی مسعود خب گوه به خودم مسعود کره خیش کنه